والله پاکی نامه فرید بلوچ از شهرستان سراوان. امید کنم که الله پاک تمام دوستان صحت و سلامت کند و هیچ گونه سختی و سوری مگنه. در مورد سیمتار سرود که سرود طریقه صحیح سیمتار کردن سرود چونه کایی کن. حالا این سرود تازه مرو سیمتار بوده میشه اذا قسمت نباید سیم سر پسر ببین. یک مورد یعنی دو سیم نباید سر یک سیم سوار بود. پدا این سیم هم هر چی به این قسمت کشک ببیند به این قسمت بیاین صدای سرود سنگین بود. هر چی به این قسمت بیاین صدای سبکتر بود. پس بهترین چیز چی از جایی که پیچ بسته انگشت نتنه بود، یعنی برابر پیچ ایده پیچ که بسته این قسمت دیگه ایده صدای سرود یعنی در حد وسط و صدای واش جواب دن ای جاگه. خب پدا این سیمان هم ایده که بسته نبین شیطاندار نباید برز بود. هنچو قبلا عرض کو شیطاندار نباید برز بود. پس از ده این سیم دندانه که بررگه بین باید گونه شیطاندار این دندانه مساوی همه شیطاندار بررگه بین تا این سیم کزدانیه مستقیم همو دک شیطاندار برود. یعنی این شیطاندار بر حسب دندانه خرک بررگه بود. بر حسب دندانه خرک چون که بررگه بین شیطاندار بر حسب همشی بررگه بود. علم چه گوشی نزدیک کنی الان به این قشنگی دندانه هم برده ہیں و این سیم الان ما بچاره مثلا این سیم هم دکی یاتا مستقیم کرد ایده کمی شیاره رد ای جاگه. اگر ایده ما خرابی برن ایده خراب برن گر خرک ما میزان نبود. پدا دومی چیز این سیمی که زده شمایی پیتش بندیتی یعنی ایده تاج سرودو حداقل 4 انگشت گشتر یعنی سیم شما درازتر ما بود از ده این اندازه گشتن و یعنی 4 انگشت از تاج دست ناده درازی سیم شما همین که بود. اگر سیم شما گشتر دراز بود ایده که شمایی بندید از سروز ساز ایره یارید. خب نو الان ما سرود سیمتار کرده پیتیم بدانیم که آیا سرود ما واش جواب دن یا واش جواب ندن. این مثلا اولین کوکیو که بوده اولین کوک سرودو خب معظم سیم که ما جنه بعد سیم حالت ماندگاری بود سیم ویل بود یعنی سیم نباید خفه بود سیم باید ویل بود. الان هم چه سیم کشش ها پس ایده جایه که ای خروک سر جا وطی ناتا نو خروک ما چون که پیتن که مناده قبلا هم توضیح دا ای خروک ناتن ای لبه خروک ایده باید بیت گوی گوشواره ایده ای سری ایدانیه یعنی از ای بغل که شما بی حالت گرید ایدانیه پدا ای شیما گو ایده مساوی و گونه شیطان دار یعنی ای لبا ای قسمت گو ای قسمت باید مساوی بگو. زمان شما بغلی گرید هم ایشی گویشه باید مساوی بگو هم ایده باید مساوی بگو ای قسمت. نو ته ای خروک ایده توجه کنیم ما ای داری. خب عرض کو پیسر لحت سرود ای ته خرک اندازه ایده کمی داره لحت اینگوتریه الان تنظیم ای سرود ایدانو ایده یاتا الان دیگه سرود چاره این کروگ ایدیم تریه بله پشت ای دار هیچ وقت نه ما بین همی دارو یا وسطو یا نزدیک همی دارو یا روبرو همی پینو کجتا ایده ای پین دیگه ایده من نیت یا ای قسمت یا روبرو همشی بو این کروگ آدیم تریه
نون الان پس سیمتار خب پس هنچو که ارزن کرد سیمتار کنگ ته سرود مهمترین چیزا. نو الان دوستانی آئے ما سرود سیمتار کنه، سرود ما گونگو، سرود ما جواب ندن. این نوع جواب نداتن سرود یا ازی سیمانه که اصلی سیم نه، سیم تاثیر است سرود، یا این سیم اصلی سیم نه، یا شما خرکش استاندارد خرک نو ته سرود شما یا خرک سر جای نه تا، یا خرک تنظیم نه ها، یا ده سیمان شما درست نبسته. خب اگر سیم شما ایده درست بسیم بود قطعا اسرود واش جواب بدن. الان هنچه که ما مثلا اسرودا تازه 1 ساعتی و سیمتار بوده اسرود. خب الان ما کوک کابلیو تنه اسرود کوک نزورتا انگاد نزورتا ای کوک کابلیو بله. خب الان کوک کابلیو تازه ساز بوده، هنگا سازی نزورتا، خرک سرپوست ننسا، سیم تنی ودی و تا نگبتا. الان این سرود جواب دن. پس ایده مشخص هو که هم ای خروک سر پوست نستا، هم سیمان سر خروک نستا. ایده دیگه سرود واش جواب دن. نو الان ته سرود بهترین پوست که ما استفاده کنیم پوست آوگو. دیگه پوست سرود جواب ندن. بوزی پوست ببود این کیفیتی که صدای که سرود در بیارید آ کیفیت هرگز ندن، آ صدای ندن. سیم کلاش ببینید آ صدای ندن، یک تواریکن بالا آ شفافین صدای که تر در بیاره بدن توزا سرود نتوانه در بیاره. مگر سیمانی اصلی ببین، خروک هم استاندارد خروک ببو، پوست هم اصلی بود، دو درست سیمتار بود. وقتی که درست سیمتار بود قطعا اسرود واش جواب بدن. الان سیم باید بی قشنگی بستیم ببین، بی قشنگی باید بستیم ببین که سیم نباید در هم بر هم ببین، نباید سیما قاطی ببین، نباید سیما سر یک دیگه سوار ببین، نباید ایده نباید سر به سر ببین. تا باید به همین قشنگی بستیم بین تا ایده که هست. الان مثلا مایگرین گوشیه دور بینه به حالت سیم کاملا تهم نکروین سیم راست ہے. امید کنم که این ویدیو مورد پسند قرار بگیرید. الله گنجی رحمتانه باور.